زیاده از 1200 سال بود که مسلمان ها قدس را اداره میکردند. یهودی و مسیحی و مسلمین آرامانه و با صلح و صلاح با یکدیگر میزیستند. آخران حاکم قدس عثمانی ها بودند که حکومتشان تا اولی عصر 20 دوام کرد. سال 1900 اهالی قدس به شکل زیرین بود: 85% مسلمان ها، 10% مسیحی ها، 5% یهودی ها که اون زمان تقریبا عددشون 3000 نفر. وقتی ناپلیون سال 1799 به سرزمین مقدس هجوم کرد، ندا داد: ای اسرائیلی ها، ای یهود، به پا خیزید، این فرصت مناسب است. فرانسه با شما هست، با شما دست یاری دراز میکند تا مقام از دست رفته خود را دوباره به دست آورید. سال 1840 وزیر خارجه بریتانیا پالمرستون به سفیرش در استانبول نوشت که سلطان عبدالمجید و اطرافیان او را قانع کن که حکومت بریتانیا زمان را مناسب می‌داند که سرزمین فلسطین هجرتگاه یهود شود. سال 1895 روزنامه‌نگار تئودور هرتزل کتاب به نام دولت یهود به زبان آلمانی نشر می‌کند. 29 آگوست سال 1897 در شهر بازل شویتزاریا اولین انجمن صهیونیست‌ها گذشت که هدفش تأسیس وطن برای یهود در فلسطین بود. با همین پروژه صهیونیستی شروع شد. پس از این یهودی‌ها پیاپی از تمام نقاط جهان به سوی فلسطین هجرت میکرد. این مهاجرت تنظیم شده سبب مشکلی فلسطین است، زیرا اکثر کل مهاجران یهودی دارای فکر صهیونیستی بودند که میگفت سرزمین فلسطین تنها از آن یهودی هاست. سال 1915 در پارلمان بریتانیا لایحه سری درباره آینده فلسطین بررسی میشد که آن را اولین وزیر یهودی تبار هربرت ساموئل پیشکش کرد. در آن از جمله آمده است: حال زمان ساختن دولت مستقل یهودی فرا نرسیده است. باید پس از جنگ، یعنی یک جنگ یکم جهانی، فلسطین زیر اداره بریتانیا درآید تا خریدن زمین را برای یهود آسان کند، شهرک ها ساخته شود و هجرت به تنظیم درآورده شود. ما باید در وسط محمدی ها 3 تا 4 میلیون یهودی اروپا را جا کنیم. سال 1916 اتفاقیه سایکس پیکو که طبق آن بریتانیا و فرانسه سرزمین شام را بین خود تقسیم کردند. این لایحه از طرف انگلیس و فرانسه قبول شد و دو مهندس، سایکس انگلیسی و پیکوی فرانسوی، شروع کردند به تقسیم سرزمین های عرب و فلسطین را زیر اداره مشترک قرار دادند تا زمینه برای برپا نمودن دولت صهیونیستی شود. 2 نوامبر سال 1917 بریتانیا دکلاراسیون را قبول کرد که آن به نام دکلاراسیون بلفور مشهور است. طبق آن بریتانیا به یهودی ها وعده می‌دهد که فلسطین را وطن آنها می‌گرداند. انگلیس تاکید می‌کرد که تأسیس دولت یهودی به فایده کار است. آنچنان که سروزیر وقت انگلیس کمپر بنرمن گفته است: باید در منطقه‌ای که بحر میان زمین را با بحر سرخ می‌پیوندد جسم غریبی کافته شود. و علاوه می‌کند: باید در نزدیکی کانال سوئز نیرویی را جا کنیم که با دولت‌های همسایه دشمن باشد و با ما دوست. با همین بریتانیا پوشش قانونی داد تا هجرت را برای یهود آسان کند. یعنی پارچه زمینی که از اون نبود به دیگری که سزاوار آن نبود داد. 3 ژانویه سال 1919 در پاریس سازشنامه بین ملک فیصل که ملک حجاز بود با وایزمن که رئیس مؤسسه عالمی صهیونیستی را به عهده داشت امضا شد که از 9 بند عبارت بوده برای آسان نمودن هجرت یهود در فلسطین خدمت میکرد و بیانیه بلفور را اعتراف میکرد. لکن در پروتکل فیصل به خط خود نوشته است که این سازشنامه تنها بعد به دست آوردن عرب‌ها استقلالیت کامل را قوه قانونی میگیرد. متن آن را باشد جاسوسی بریتانیا لارنس ساخته بود که با لقب لارنسی عرب مشهور است.
سال 1920 اولین حاکم فلسطین از طرف بریتانیا تعیین شد و او یهودی تبار ساموئل بود که پیشتر گفتیم وزیر بود و اون چی که 5 سال پیش، یعنی در سال 1915 در پارلمان بریتانیا پیشنهاد کرده بود، شروع کرد به پیاده کردن اون. لیگ ملت ها استعمار بریتانیا رو اعتراف کرد و بریتانیا رو عهدهدار کرد که این سرزمین رو، یعنی فلسطین رو اداره نماید و برای ساختن وطن برای یهودی ها آماده کند. از روز اول رئیس شدن ساموئل زبان عبری را در برابر عربی زبان دولتی اعلام کرد. تقریبا 100 قانون گذاشت که همگی از خودکنی سرزمین فلسطین را برای یهود آسان میکرد. ساموئل زمینه قانونی برای برپا نمودن اسرائیل را ساخت و با شروع شوی موج مهاجرت در فلسطین تغییر دموگرافی وجود آمد. با همین اهالی یهودی تبار که سال 1900 فقط 5% اهالی رو تشکیل میکردند، سال 1947 به 31% رسید. با وجود این یهودی ها تنها 8.8% زمین فلسطین رو در دست داشتند و عرب ها باشند 91.2% آن را. سپس نکبه یا فاجعه سال 1948 آمد. 14 می همین سال بریتانیا از فلسطین خارج شد و صهیونیست‌ها با راهبری دیوید بنگوریون دولت خود را اعلام کردند. روز دیگر جنگ بین عرب‌ها و صهیونیست‌ها شروع شد. دولت‌های عربی که در این جنگ اشتراک کردند مصر، اردن، لبنان، عراق، سودان، سوریه و عربستان سعودی، لکن به سبب‌های زیرین شکست خوردند. عدم هماهنگی بین ارتش‌های عرب و فرمان‌های ضد و نقیض، بعضی سازشنامه‌های سری خائنانه، ضعف ارتش، تمام شدن مهمات و غیره، همه این به مغلوبیت ارتش‌های عربی آورده رساند. در نتیجه صهیونیست‌ها 78% سرزمین را از خود کردند و برای عرب‌ها 22% ماند. با همین فلسطین به 3 قسم تقسیم شد: کرانه رود باختری، غزه و زمین‌های سال 1948 که به دست یهود گذشت. یعنی از 8.8% به 78% دست یافتند. نتیجه های جنگ سال 48: قتل عام فلسطینی ها. در این جنگ نزدیک به 15,000 عربی و فلسطینی شهید شد و یهود نزدیک به 50 قتل عام بر راه انداختند. زیاده از 531 شهر و دهه‌های فلسطین پاکسازی قومی شد و یا تماما از خریطه نابود شد. تا فاجعه یا نکبه در فلسطین 1,400,000 فلسطینی میزیست. بعد فاجعه، یعنی بعد سال 48، 780,000 نفر را مجبوری هجرت کناندند و برعکس این از سال 1948 تا 1958 نزدیک به 850,000 یهودی از اطراف و اکناف عالم به فلسطین آورده شد. از نتایج علم‌آور این جنگ تقسیم شهر قدس به 2 قسم است. قدس شرقی برای عرب ها مون که شهر قدیمی آنجاست و در آن مسجد اقصی وجود دارد، و قدس غربی در دست یهودان مون. پس از سال 1948 شهرهای زیرین تابع رژیم صهیونیستی شد: قدس غربی، عکا، حیفا، عسقلان، طبریه، بیسان، صفت، رمله، الناصره، بئر السبع. پس از این عرب ها به این شهرها نامهای زیر را گذاشتند: شهرهای 48، سرزمین های اشغالی، سرزمین های سال 1948. سال 1949 رژیم صهیونیستی عضو کامل سازمان ملل متحد شد. برای همین جنگ 1948 را نکبه یا اینکه فاجعه می نامند.